بسم الله الرحمن الرحیم. قابل توجه کلیه استفاده کنندگان از انواع موتورسیکلت. یه مشکلی که اخیراً تو تصادفات موتورسیکلت پیش اومده، نوع گواهینامه و استفاده کننده آن از آن هستش. خدمت عرض کنم گواهینامه موتورسیکلتی که اخیراً خدمت کلیه رانندگان تحویل میشه، این گواهینامه فقط تا 125 سی سی اعتبار داره. اون اشخاصی که بخوان از گواهینامه از موتورسیکلت بالای 125 سی سی تا 200 سی سی استفاده بکنن، حتما باید 21 سال سن و 1 سال از تاریخ صدور گواهینامه‌شون گذشته باشه. و اون اشخاصی که بخوان موتورسیکلت 200 و بالای 200 سی سی استفاده بکنن، حتما باید 23 سال سن و 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه‌شون گذشته باشه که خدای نکرده در حوادث ترافیکی پیش اومد هم بیمه و هم مراجع قضایی دچار مشکل نشن.